دوستان عزیز سلام، با یک جلسه آموزش دیگه از مدارات اینورتر در خدمتتون هستیم. خدمتتون عرض کنم که این اینورتر پی سی بی نهایی ما هستش. حالا من خیلی زود نکاتشو میگم که حالا شما دقت کنید. ببین این هیتسینک مدار سویچ اولیه‌مون هستش که اینجا هستش. این هیتسینک مدار پل اچ مون هستش. درسته؟ ما سنسور دما رو روی ترانزیستور سویچ اولیه گذاشتیم، همونطور که دقت میکنید، چون بیشترین جریانی که در بورد کشیده میشه از سویچ اولیه هستش. این هم که ترانس قدرت ما هستش. حالا ما میخوایم بریم یک تست بکنیم ببینیم آیا 100 وات بار بگیریم از این اینورتر، این فن ما به چه صورت عمل میکنه، آیا روشن میشه یا نمیشه با 100 وات، به چه صورت هستش. خب ما یه دونه اینورتر چینی هم هستش که داخل بازار خیلی مرسوم هستش براتون میارم. ببینید این اینورتر 1000 وات هست. اندازه هسته رو شما دقت کنید. این هسته تا 1000 وات میتونه ساپورت کنه. حالا شما این اینورتر چینی موجود در بازار رو نگاه کنید، ببینید این هسته‌اش چقدر هست نسبت به هسته. ببینید اینورترهای موجود در بازار متاسفانه 1000 وات تقریبا تا 300 وات ریل بیشتر نیست. بیشتر از 300 وات اگر بخوایم بگیریم مثلا جواب نمیده، داغ میکنه. این ترانزیستور هیت سینکاشون رو نگاه کنید. از 4 تا ترانزیستور تازه استفاده کرده برای سویچ اولیه، 4 تا هم که فول اچ. یعنی این مبحث این بورد تا 300 وات بیشتر نمیتونه به شما توان بده. حالا من یه تایم لپسی گرفتم که خدمتتون عرض بکنم که 100 وات از اینورتر خودمون میگیریم ببینیم به چه صورته. شاه سفری